والری کنستانتینویچ ساریچف که 30 سال باز در کره به سر میبرد در مصاحبه با پایگاه ورزشی سپورت بوکس رو از تاجیکستان که در آنجا به دنیا اومده و به وای رسید و همچون دروازه‌بان نام برآورد به نیکی یاد کرده است. ساریچف گفت باری آخر سال 1991 از تاجیکستان دیدن کرده است. سال 1991 با ترپیت برای بازی به پامیر رفته بودم. چندین بار به آنجا دعوتم کردند ولی رفتن نتوانستم. ساریچف که 12 ینور سال 1960 در دوشنبه به دنیا آمده است نقل کرد که در خردی به مکتب موسیقی میرفت و درس اسکریپت که میآموخت. مکتب موسیقی را تمام هم کردم ولی به امتحان ختم مکتب نرفتم. به خودم گفتم چه در کار، اسکریپت را به یکم صنفم توفه کردم و دیگر این ساز را به دستم نگرفتم. پیش پیانینو هم نرفتم دیگر، ولی موسیقی را دوست می‌دارم، به خصوص موسیقی راک را، و یک مجموعه بزرگ پلاستینک‌های ونیل هم جمع آوردم. تا حال گاه و نمونه‌های نادری پیدا می‌کنم. نقل کرده است و والری ساریچف به جای موسیقی فوتبال را انتخاب کرد و موفق هم شد. او در مکتب ورزشی ذخیره‌های مهنتی مشق می‌کرد و سال 1978 وقتی همگی 18 سال داشت به هیئت پامیر تیم اساسی تاجیکستان دعوت شد. الکی سال بعد ولادیمیر ترستینیوک از پامیر به کرپاتی رفت و ساریچف دروازه‌بان اساسی دسته شد. دسته پایتخت تاجیکستان آن سالها یکی از دسته‌های قوی لیگ یکم به شمار می‌رفت و الکی برای راحت به لیگ عالی فوتبال SSSR مبارزه را سر کرده بود. لازم به ذکر است که سطح لیگ عالی آن دوران از لیگ یکم امروزه روسیه خیلی جدی تر بود. آن پامیر با بازیگرانی چون ادگار گیس، والری تورسونوف، گنادی چرویچنکا، الیسای چردنیک سال 1988 چمپیون المپی شد. امروز می توانست به حضور در لیگ عالی فوتبال روسیه بازی کند، گفت والری ساریچف در صحبت با سپورت بوکس رو. در دوره ساریچف پامیر سال 1979 در لیگ یکم جای سیوم و سال 1980 جای چهارم را به دست آورد. بعد آن ساریچف دیگر نتوانست به پامیر کمک کند چون که برابر ختم دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان او را به خدمت حربی دعوت کردند و او تا سال 1982 در دسته CSKA مسکو خدمت کرد. بعد انجام خدمت حربی ساریچف را به دسته ترپیدو دعوت کردند و او از سال 1982 تا سال 1991 در هیئت ترپیدو هنرنمایی کرده. سال 1986 جام SSR و سال 1988 و 1991 مدال برنجی چمپیونات شوروی را به دست آورد. ساریچف امین طور سال 1990 برای خط افتخاری 33 فوتبال باز بهترین SSR شامل شده. سال 1991 بهترین دروازه‌بان چمپیونات SSR دانسته شد و همچنین برای در 100 بازی یگان گل سر ندادنش به کلوب لیو یاشن شامل شد. سال 1991 والری ساریچف به کره رفته تا سال 2005 یعنی تا سن 45 در دسته های گوناگون اون کشور هنرنمایی کرد. ساریچف 4 مرتبه چمپیون کره شده. سال 1996 جام چمپیون های آسیا و شاهجای آسیا را به دست آورد و سال 2000 وقتی الکی 40 سال داشت همچنان داوطلب برای دروازه‌بان تیم ملی کره ارزیابی میشد چون که او سال 1999 شهروندی کره را به دست آورد و نامش را هم به شین یی سون عوض کرد. مخلصان به من لقب شین یی سون دادند که معنایش دست خداست. مرا در کره اساسا با همین نام میشناسند، میگوید خود ساریچف. بعد ختم سابقه فوتبال بازی هم او در کره ماند و همچنین مربی دروازه‌بان‌ها کار میکند. ساریچف سال 1997 وقتی که تیم ملی تاجیکستان در میمونی با کره بازی میکرد در هیئت تیم تاجیکستان یک دفعه به میدان برآمد. او یک دختر و یک پسر دارد. دخترش در کانادا و پسرش گاه در امریکا و گاه در آلمان به سر میبرد. در مصاحبه با سپورت بوکس رو ساریچف خبر داد که تازه روز 29 نوامبر سرمربی دسته سئول ان ایکسو به حیث مربی دروازه‌بان‌ها به کار دعوت کردند. من راضی شدم، گفته است ساریچف که ماه ینور به سن 63 قدم میگذارد.